به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و احترام حضور همدیاران عزیز و بینندگان محترم شبکه پیمان ملی تاجیکستان. امیدوارم روزی خوبی داشته باشید. 2 هفته قبل ما گفتگو و سوال و جواب داشتیم با رئیس پیمان ملی تاجیکستان جناب آقای محی‌الدین کبیری و به ما از بیرون سوالات زیاد آمد و بنابر کم بودن وقت استاد محی‌الدین کبیری بس اکثر سوالها پاسخ گفتن نتوانستند و ما امروز تصمیم گرفتیم که برنامه خود را ادامه بدهیم و گفتگو سوال و جواب را با راهبر پیمان ملی تاجیکستان جناب آقای محی‌الدین کبیری ادامه بدهیم. خب به نام خداوند بخشنده و مهربان، همدیاران عزیز، روزی همتون بخیر باد. و همچون که دوستان در شبکه پیمان ملی تاجیکستان اعلان داشتند، موضوع امروزه ما وضعیت آخر کشور به خصوص قرار دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان درباره وارد کردن اسم پیمان ملی تاجیکستان به روی خط سازمان ها و گروه های تروریستی و اکستریمیستی می باشد. و انشالله امیدواریم که اگر فرصت دست داد باز در خدمت هموطنان هستیم و به سوال های باقی مانده از دوره های قبلی و اینچنین سوال های تازه وارد شده جواب خواهیم گفت. حالا میخواستم چند دقیقه وقت شما را به این موضوع اعلان شده بگیرم و درباره عامل ها، سبب ها و چگونگی این قرار با شما صحبت داشته باشم. همچنین که خودتان شاهد هستید، اخیراً در رسانه ها این خبر پخش شد و گویا طبق معلوماتنامه‌ای که دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان در سایت خبری خود، سایت رسمیش نشر کرده است، از 11 اکتبر سال 2019 گویا در تاریخ 15 آگوست 2019 دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دعواگی پروکراتور گنرالی را درباره سازمان تروریستی و اکستریمیستی اعتراف کردن پیمان ملی تاجیکستان قانع گردانده است. یعنی اگر شما به تاریخ صادر شدن این قرار و تاریخ پخش آن اهمیت بدهید، تقریبا در بین 2 ماه فاصله است. یعنی قرار روز 15 آگوست قبول شده است و اون روز 11 اکتبر و اون هم در روز یکشنبه، روز استراحت اعلان شده است. سوال با وجود میاد که تاریخ وارد شدن عریضه دعواگی از طرف پروکراتور گنرالی جمهوری تاجیکستان کی بوده است و اگر در تاریخ 15 این عریضه دعواگی قانع گردانده شده است، این روند، این دادگاه، محاکمه چه مدت دوام کرد، چند روز، چند ماه، چگونه، آیا یک محاکمه آشکار بود، محاکمه مخفی بود، شاهدها کی بودند و در اساس کدام ماده های قانون، در اساس کدام دلیل ها این عریضه دعواگی پروکراتور گنرالی قانع گردانده شد و از همه سوال مهم، چرا با تأخیر 2 ماه این خبر رسانه‌ای شد و طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان باید که بلافاصله بعد از قرار چنین تصمیم چنین یک دادگاه باید که آن رسانه‌ای شود و نسخه قرار به دست وکیل، به دست طرف محکوم شونده داده شود تا اینکه او امکان داشته باشد از بالای این قرار شکایت برد و دیگر روندهای حقوقی را آغاز نماید. ما اگر تمام این سوالها را پهلوی هم بگذاریم و ما تحلیل نماییم، میبینیم که در این جا یک نه تنها قانون شکنی های آشکار از طرف مقامات کشور به خصوص دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان رخ داده است، بلکه در اینجا یک چند سوالهای هست، پهلوهای دیگر این مسئله آشکار می شود و دلالت بر آن می کند که به هیچ وجه قرار مذکور دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان در سنه 15 آگوست گرفته نشده است و احتمال زیاد دارد که هیچ گونه دعوای پروکراتور گنرالی هم وجود ندارد و احتمال زیاد وجود دارد که هیچ گونه محکمه هم درباره پیمان ملی جمهوری تاجیکستان در سنه 15 آگوست یا قبل از آن رخ نداده است. و برای آنکه ما به چنین خلاصه بیاییم چندین دلیل ها داریم. حالا جدا از آنه که من این فاصله ها را گفتم و این دلیل های حقوقی را گفتم، بیاید به چند مسئله دیگر هم توجه کنیم. اول اینکه اگر واقعا هم
پروکراتور گنرالی به این خلاصه می آمد که یک دعوای را به دادگاه عالی پیشنهاد کند، این یگان کاری پنهانی نیست و باید که یک دعوای رسمی آشکار به دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد میکرد تا اینکه جامعه تاجیکستان در جریان باشد که چون یک دعوای از طرف پروکراتور گنرالی پیشنهاد شده است. من کردن یک حزب، یک سازمان و اعتراف کردن او همچنین یک سازمان تروریستی کاری ساده و اندک نیست. ما میدونیم از رسانه ها، از تجربه حقوقی کشور که حتی اگر یک مثلا دزدی خرد هم رخ بدهد، یک راهزنی، یک کاری نه آنقدر سنگین در تاجیکستان یا قانونشکنی رخ بدهد، شما میبینید که هم مقامات امور داخله، هم مقامات تفتیشاتی، پروکراتور گنرالی، دادگاه بلافاصله آن را رسانه‌ای میکنند و تا اینکه مردم از آن آگاه باشد. چگونه میشود نسبت یک سازمان که عبارت از 4 تشکیلات هست و اون هم سازمان اپوزیسیونی، سازمان سیاسی، یک پرونده را آغاز کرد و جامعه را در جریان نگذاشت. و خب اگر بالفرض حالا نمیدونم با هر دلیل پروکراتور گنرالی لازم دانسته است که این مسئله را از مردم تاجیکستان پنهان نگه بدارد، دادگاه عالی جمهوری تاجیکستان چرا بعد از آن که این پرونده وارد شد اعلان نکرد که چون یک عریضه از طرف پروکراتور گنرالی وارد شده است؟ حالا بگذریم از این، هم در اون مرحله اعلان نکرد. اگر قرار را قبول کرد، برای چی 2 ماه تأخیر کرد در اعلان این مسئله؟ و اون هم برای چی در روز تعطیل در سایت خبری خود گذاشتن؟ اینجا سوال ها خیلی زیادند و تمام این سوال ها و فکت ها، دلیل ها بیانگر آن هستند که هیچ محکمه نگذشته است و هیچ عریضه دعواگی از طرف پروکراتور گنرالی تا 15 اوگوست وارد نشده است و احتمال زیاد دارد و طبق آن معلومات هایی که ما از پایتخت از دوشنبه گرفتیم، از سرچشمه های معتمد، این قرار درباره من و درباره تروریستی اعتراف کردن پیمان ملی جمهوری تاجیکستان بعد از انجام کنفرانسی OBSE در شهر ورشاو در یک حالت بسیار عصبانی و در یک حالت سراسیمه‌وار گرفته شده است. و برای آنکه این مسئله را از مردم، از ملت، از کارشناسان پنهان کنند، اینها آمدند روز 11 اکتبر در سایت دادگاه عالی این خبر را گذاشتند و تاریخ گویا قبول قرار را از 15 اوگوست اعلان کردند تا اینکه به مردم گویا نشان بدهند که این یک کاری سراسیمه‌وار و کاری عاجل نبود، در حالت احساساتی گرفته نشده است، بلکه در یک روند معمولی و طولانی گرفته شده است. اما با سبب آنکه هیچ خبری در این باره پهن نشد و حتی ما خبری هم درباره آنکه پرونده پیمان به سود عالی رفته است نداریم، این همه شاهدی از آن می‌دهد که خبرهایی که به ما از داخل کشور رسید درباره آنکه رهبریت کشور بخصوص شخص پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در یک حالت عصبانی، در یک حالت سراسیمه‌وار با پروکراتور گنرالی و دادگاه عالی سپارش داد که هر چه زودتر این مسئله را اعلان کنند. و یک چند دلیل هم وجود دارد که چرا با این شتاب زدگی و چرا با این سراسیمگی. ما اگر این عامل ها را پهلوی هم بگذاریم و اون معلومات هایی که به ما از داخل کشور، از نهادهای قدرتی و از دایره های نزدیک به خود حکومت جمهوری تاجیکستان رسید، همش بیانگر آن است که واقعا هم این قرار و انیقترش این سپارش به پروکراتور گنرالی و با دادگاه عالی در روزهای آخر تقریبا در دوام 2 هفته آخر داده شده است. من تا جایی که اون شناسایی که هم از پروکراتور گنرالی جناب یوسف رحمان دارم و هم از رئیس دادگاه عالی تاجیکستان شیر محمد شاهیان، هر دو هم خوب میشناسم، ما بارها ملاقات کردیم، بارها همچون وکیل یا همچون عضو کمیته آشتی ملی بودیم با شیر محمد شاهیان. اینا با وجود آنکه یک شخصیت‌های بسیار هم با جسارت و با صلاحیت نیستند، ولی همچون انسان‌های بدی هم نیستند و چندان حقوق شناسان بیسواد هم نیستند. آنها خوب میدانند که یک روندی حقوقی چگونه باید صورت بگیرد، اما معلوم است که آنها در یک حالت بسیار تنگ، در حالت
سخت قرار گرفتند که مجبور شدند به خاطر اجرایش فرمان سیاسی این روندها و ترتیب حقوقی را کنار بگذارند، پامال کنند و دست به چنین یک عمل غیر قانونی و غیر منطقی بزنند که در یک روند پنهانی بسیار هم عاجلانه و خیلی هم شتاب زده این مسئله را اعلام کنند. اما سوال اساسی این است که چی مجبور کرد حکومت را به خصوص پرزیدنت را که به چنین یک عملی اشتباهی و شتاب زده دست بزند؟ من در اینجا چندین عامل ها را همچون اساس خدمت شما عرض میکنم. یکیش این هست که پیمان ملی جمهوری تاجیکستان در این یک سال اثبات کرد که همچون یک نیروی پایدار و یک نیروی سیاسی جدی منظم در صحنه جای خود را پیدا کرد و با وجود همه تلاش‌هایی که مقامات انجام دادند برای ضعیف کردن پیمان و حتی پراکنده کردن پیمان به هیچ نتیجه نرسیدند. من معلوماتی که دریافت کردیم ما رو به این خلاصه آورد که تا لحظه آخر اونهایی که مسئول بودند سفارش گرفته بودند که پیمان را در دوام همین یک سال پراکنده کنند، بعضی ها را از پیمان خارج کنند با هر دلیل و به پرزیدنت رحمان گزارش بدهند که ما اجازه ندادیم که پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی شکل بگیرد، استوار شود و خود را در صحنه مستقر کند و تا لحظه آخر این امید را داشتند و حتی معلومات ما داریم که به رهبریت کشور چند گزارشی غلط و اشتباهی هم دادند درباره آنکه کارهایشان دارد پیش می رود و باید اعتراف کنیم که در لحظه های آخر ما معلومات ها دریافت کردیم که تلاش دارند از داخل پیمان را ضعیف کنند و حتی با بعض پروژه ها قریب بود که موفق شوند که بعضی از اعضای پیمان را از ادامه مبارزه ناامید کنند و آنها را با هر دلیل از هیئت پیمان بیرون کنند و این را می‌خواستند همچون یک گزارش درباره موفق شدن در این طرح خود به رهبریت گزارش بدهند. اما در لحظه آخر باز هم درایت و هم مسئولیت شناسی همه اعضایان و سازمان گروه‌های اعضای پیمان ملی تاجیکستان باعث گشت که این طرح خنثی شود، نتیجه ندهد و هموطنان گرامی شاهد بودند که پیمان ملی تاجیکستان یک سالگی خود را بسیار در یک حالت تنتنوار پیشواز گرفت و اثبات کرد که همچون یک نیروی منظم و جدی در صحنه جای خود را پیدا کرده است و این ناکامی در طرح از بین بردن پیمان، ضعیف کردن پیمان یکی از دلیل‌های بود که چرا با این عصبانیت چنین یک تصمیم گرفته شد. عامل دیوم این به حاشیه روندهای بین المللی و در انزوا قرار گرفتن حکومت جمهوری تاجیکستان در سطح بین المللی می باشد که قوی ترین دلیلش این هم سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا است که هم در تابستان در سازمان ملل وقتی که گزارش نوبتی حکومت جمهوری تاجیکستان درباره حقوق بشر ارائه می شد، پیمان ملی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی با یک شرکت موفقیتناک توانستند که نگاه کارشناسان سازمان ملل را نسبت پامالشوی حقوق در تاجیکستان دیگر کنند و به جهانیان اثبات شد که در تاجیکستان واقعا هم مشکل‌های زیاد در سمت حقوق بشر وجود دارد که واقعا هم برای تیم حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی یک باخت بزرگ بود و باخت دیگر و شکننده را من فکر میکنم که در دالان‌های کنفرانس سازمان امنیت و همکاری اروپا حکومت جمهوری تاجیکستان چشید و بخصوص در روز آخر وقتی که همه دیپلمات‌ها از این کار 2 هفته‌ای کنفرانس نتیجه گیری کردند، بیشتر انتقادها از طرف دیپلمات‌ها به سمت حکومت جمهوری تاجیکستان بود و حتی یک نفر هم پیدا نشد که از موقع حکومت جمهوری تاجیکستان دفاع کند. برعکس تمام سخنرانی‌ها علیه آنها بود که طبیعی است که این گزارش‌ها هم دقیق به کسانی که تصمیم میگیرند رسانیده شد و این باعث گشت و آنها درک کردند که اون گزارش‌هایی که تا این روز با آنها میرسید که پیمان ملی تاجیکستان یک نیروی ضعیف است
در جامعه طرفدار ندارد و از دستشان کار نمیاد. شما خودتان آگاه هستید که در تحلیل کارشناسیشان این حرفا بارها صدا داد، اما بعدا واقعیت رو درک کردن و احساس کردن که نه، پیمان ملی تاجیکستان علاقه شکل گرفته است، استوار هست و با این خود را فریب کردن ها نمیتوان این واقعیت را روپوش کرد و مجبور شدن که با این یک قرار خیلی هم شتاب زده و عصبانی بیاین این دادگاه عالی را مجبور کنن که چون یک قرار غیر کنستیتوشنی و بدون دلیل را صادر کند. و عامل دیگر طبیعی است که این وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور هست که حکومت نتوانسته است مدیریت خوب کند و روز به روز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور وخیمتر می شود، سطح زندگی مردم پایینتر می رود، نرخ‌ها گرانتر می شوند و از همه مهمش قشری تجربه دار با سواد کشور، اونهایی که می توانند ملت را بسازند، کشور را آباد کنند، آهسته آهسته دارد وطن را ترک میکند. هر روز ما معلومات‌های زیاد میگیریم که یکی پس دیگر مردم در فکر کوچیدن به خارج هستند، در فکر هجرت هستند. قبلا اکثریت مردم به کشورهای سابق شوروی هجرت میکردند، اما قشر تحصیل کرده و پیشرفته جامعه، قشر انتلکتوالی جامعه دارد آهسته آهسته به سمت اروپا و کشورهای غربی هجرت میکند و حکومت جمهوری تاجیکستان این را درک میکند که نشاندادهای اقتصادیش خیلی پایین هست و حتی در صحبت اخیر هم پرزیدنت مجبور شد که یک مقایسه بین سالهای 1991 در اول استقلال و امروز کند و فراموش کرد که در تمام این مدت خودش پرزیدنت بود و گویا که در سالهای 90 سالهای 2000 یک نفر دیگر پرزیدنت باشد. در مقایسهش نشان داد که صنعت کشور چقدر ضعیف شده است، چقدر رو به نابودی آورده است و گویا که اون کسی دیگر را گناهکار میکرده باشد، به خبر از آن که در طول این مدت خودش رئیس جمهور بود و خودش جوابگر این وضعیت است. پس برای آنکه این وضعیت بد اقتصادی و اجتماعی را روپوش کند، تلاش میکند دقت جامعه را به مسائل های بافته و ساخته برد و سمت تروریسم برد و بر مردم تاجیک و جامعه جهانیان نشان بدهد که در تاجیکستان اپوزیسیون وجود ندارد، در تاجیکستان فقط حکومت است و تروریسم هست. هر کسی که ضد حکومت هست و برنامه حکومت را قبول ندارد، روش دولتداری حکومتداران را قبول ندارد، پس او تروریست است. من فکر میکنم که این عامل ها در یک جایگی باعث آن گشت که پیمان ملی تاجیکستان را به این سراسیمگی و بدون کدام دلیل بیارن به روی خط سازمان تروریستی شامل کنند. اما هموطنان عزیز بیاید یک بار فکر کنیم که برای آنکه یک سازمان را شامل روی خط تروریستی کرد چی دلیل ها باید وجود داشته باشد. اصلا اگر کمتر تحلیل کنیم که آیا واقعا هم همون طوری که حکومت تاجیکستان دعوا میکند پیمان ملی تاجیکستان یک سازمان تروریستی است، اصلا خود تروریسم چی معنی دارد و تروریسم را در جهان چگونه شناختند؟ متاسفانه تا امروز یک شناخت و یک تعریف یگانه علمی و منطقی در سطح جهانی از تروریسم وجود ندارد و باعث تاسف است که هر کشور برای خود گروه های تروریستی خود را دارد. گاه شما میبینید که یک کشور سازمان را، گروه را تروریست اعلان میکند و بعدا این سازمان را باز همچون یک سازمان مبارز و معتدل اعتراف میکند، یا برعکس یک سازمان در اول برای یک کشور یک سازمان معتدل و مبارز هست، بعدا میبینید که همین کشور این سازمان را در روی خط سازمان های تروریستی شامل میکند، نه به خاطر آنکه یک تغییرات در روش این سازمان با وجود آمده است، بلکه سیاست های این کشور را تغییر میکند. برای مثال زمانی بود که مجاهدین افغانستان در سالهای 80 علیه اتحاد شوروی می جنگیدند. برای کشورهای غربی، برای امریکا، این گروه ها همچون مجاهد، همچون مبارزان آزادی خواه معرفی می شدند و حتی هالیوود برای آنها فیلم ها می ساخت، آنها را قهرمان می تراشیدند. اما بعد از آن که سیاست ها تغییر کرد، همین گروه ها از طرف امریکا و برخی از کشورهای غربی همچون گروه تروریستی اعتراف شد، در صورتی که خودشون کمک میکردند به همین گروه ها. یا برعکس شما میبینید که
گروه های مثل طالبان در اول از طرف همه کشورها از اون جمله روسیه و کشورهای منطقه آسیای مرکزی هم همچنین یک سازمان تروریستی اعتراف شده بود. در روی خط امروز هم هست. اما امروز وقتی که سیاست تغییر کرد میبینید که هم در کرمل طالبان را قبول کردن و هم در تاشکند قبول کردن. یا در ترکیه هم میبینید که حزب کارگر کردستان از طرف بعضی کشورها مثل ترکیه همچنین یک سازمان تروریستی اعتراف شده است و امروز یک ارتش ترکیه وارد سوریه شد برای سرکوب کردن حزب کارگر کردستان که آنها را ترکیه تروریست میداند. اما شما میبینید که همین حزب را یا همین گروه ها را کشورهای دیگر با مبلغ و با پول کمک میکنند و آنها را تروریست نمیدانند. پس معلوم میشود که بعضی حزب و حرکت ها برای یک عده از کشورها تروریستی صحبت، برای یک عده از کشورهای دیگر مبارز یا یک گروه معتدل. این وابسته به طبیعت این سازمان ها نیست، متاسفانه اکثر وقت وابسته به آن هست که سیاست این کشورها چگونه است. امروز هم که جمهوری تاجیکستان یک قسم زیادی از حزب و حرکت های اپوزیسیونی خود را شامل روی خط احزاب و گروه های تروریستی و اکستریمیستی کرده است و معنی آن است که جهان این را اعتراف کند. تا امروز خوشبختانه یگان کشور، یگان سازمان بین المللی نه نهضت اسلامی تاجیکستان را، نه پیمان را، نه گروه 24 را همچون یک سازمان یا گروه تروریستی یا اکستریمیستی اعتراف نکرده است. اگرچه بعضی طرفداران حکومت تاجیکستان خیلی دعوا میکنند، مثال میارن از آنکه در کدام یک زیرساختار سازمان شانگهای یا اودکب این را اعتراف کردن، این یک به چشم مردم خاک پاشیدن است، چون که ترتیب اعتراف کردن این یا آن گروه را همچون سازمان تروریستی قانونگذاری هر کشور معین میکند و هر کشور دادگاه عالی دارد و در اونجا این مسئله بررسی می شود و تنها بعد از اون می شود یک سازمان را همچون سازمان تروریستی اعتراف کرد. شما می توانید طبق آیین‌نامه سازمان شانگهای دلخواه سازمان را از هر حکومتی هم باشد اسمش رو به اون زیرساختار سازمان همکاری شانگهای وارد کنید. این معنی ندارد که کشورهای عضو سازمان شانگهای اون را اعتراف کردند. شما می توانید در آنجا مثلا اتحاد زنبور پروران را هم حکومت تاجیکستان پیشنهاد کند، نه روسیه نه خیتای، هیچ کس حق ندارد که اعتراض کند و اون اسم در آنجا وارد می شود. اما این به معنای به طور اتوماتیک اعتراف شدن این سازمان از طرف چین و روسیه و کشورهای دیگر نیست. یک بار آیین‌نامه این سازمان ها را درست بخوانید و اجازه ندید که بعضی کارشناسان، بعضی مؤلفان با این فضاسازی های دروغین و بی اساس و چشم مردم خاک بپوشند. خب حالا این چی تأثیر به پیمان ملی جمهوری تاجیکستان خواهد داشت و پیمان چیکار را در این زمینه انجام خواهد داد؟ مطمئن باشید هموطنان گرامی که هیچ تغییرات در سیاست های پیمان ملی تاجیکستان وارد نخواهد شد. پیمان ملی تاجیکستان همچنین ائتلاف معتدل و سازنده احزاب و گروه های اپوزیسیونی تاجیکستان در اروپا تأسیس شده است و عجایبش هم این است که چگونه اروپا تمام این سازمان ها را اعتراف کرده است. تمام کسانی که این سازمان را تأسیس دادند در اروپا همچون پناهنده سیاسی اعتراف شدند و طور قانونی عمل کرده ایستادند. این سازمان در اروپا در یکی از کشورهای اروپایی به طور آشکار تأسیس شد و یگان کس مانع نبود و خیلی حماقت است، خیلی غیر منطقی است که بعد شما بیاید حالا گویا اروپایی را گفته ایستادید که اینها طرفدار یا پشتیبان تروریسم باشند و گویا که در اروپا القاعده یا داعش را اجازه داده باشند. من فکر میکنم که هیچ تغییرات در روش و فعالیت های پیمان ملی وارد نخواهد شد. برعکس این مسئله برای ما یک کمک بزرگ کرد. اگر ما پیشتر در اروپا خیلی تلاش میکردیم اثبات کنیم که تمام قرارهای قبلی حکومت جمهوری تاجیکستان، دادگاه ها درباره تروریستی و اکستریمیستی اعتراف کردن حزب و حرکت های اپوزیسیونی تاجیکستان، درباره پرونده های زید سعید و بزرگمهر یارو و 10 نفر زندانی های سیاسی همش بافته و ساخته و سیاسی هستند، شاید کم کس باور میکرد یا اگر باور هم میکرد با دشواری. اما دیگر برای اروپایی خیلی دلیل قوی شد. آنها دیدن که یک سازمان مصالحت آمیز، سازمانی که در خود اروپا تأسیس شده است نه در یک جای دیگر،
سازمانی که از طرف کسان تأسیس شده است که پاسپورت یا سند اروپایی را دارند. حکومت تاجیکستان آنها را همچون تروریست اعتراف میکند. پس یگان قرار آنها، یگان حکم دادگاه آنها زمینه منطقی و حقوقی ندارد. دیگر برای ما خیلی آسان هست که تمام این پرونده ها را در سازمان ها و کشورهای اروپایی، در دادگاه های اروپایی زیر سوال بریم. بنابر همین حالا نمیدونم این لطف پروردگار بود یا از حماقت حکومتداران تاجیکستان این کار صورت گرفت. در این زمینه کار ما خیلی سبک شد که دیگر دلیل زیادی هم برای اثبات این واقعیت ها لازم نیست و نهایتا ما تلاش خود را خواهیم کرد تا اینکه در این کشورها و اگر ببینیم که قانونگذاری این کشورهای اروپایی اجازت میدهد در دادگاه های این کشورها این قرار دادگاه عالی تاجیکستان را به چالش بکشیم و خودمان دعوا به میان بگذاریم تا اینکه این قرار در سطح یک کشور اروپایی بیکار کرده شود و البته این هیچ تأثیر حقوقی نخواهد داشت. نه قرار دادگاه عالی تاجیکستان برای ما تأثیر حقوقی دارد و نه قرار یکی از دادگاه‌های اروپایی برای تاجیکستان تأثیر حقوقی دارد، اما این یک تأثیر سیاسی خواهد داشت و اثبات خواهد کرد که قرارهایی که در این زمینه قبول شدن غیر منطقی و غیر حقوقی هستند. حالا همدیاران عزیز، من با این گفته ها اینجا صحبت خود را به انجام میرسانم و اگر سوالهای وارد شده باشد تا این لحظه، چه در این موضوع چه در موضوعهای دیگر، ما در خدمت شما و همدیاران عزیز هستیم.